سلام دوستان، امروز اومدیم با آموزش 2 نفره بازی کردن ماینکرافت. خیلی راحت. لایک کن، سابسکرایب کن و زنگوله کنارش بزن. برو بریم برای آموزش. خب ما به 2 گوشی نیاز داریم که باید رو هر دوتاشون ماینکرافت داشته باشیم. یک گوشی را وای فایش رو روشن میکنیم که ورد میخواد بسازه و گوشی دیگه رو داده و نقطه اتصالش. خب با اینترنت به هم وصل شیم. وارد ماینکرافت، گزینه پلی و یه دونه مرحله جدید یا ورد جدید میسازیم. اسمش رو عوض میکنیم اگه دلتون میخواد. من میذارم فنکده. خب میایم تو قسمت مولتی پلیر، حتما این با آن باشه. خب بریم توی بازی. لایک کن، سابسکرایب کن تا این بالا بیاد. خب بچه ها این بالا اومد و اون با اون یکی گوشیمون وارد ماینکرافت میشیم. خب گزینه پلی رو میزنیم و اینجا یه دونه لین ورد داره، همون دوستمونه یا همون گوشیه که الان مرحله توش یا ورد ساختیم. خب این اسکین ایشونه. سلام.